امروز لحظاتی قبل گزارش‌ها حاکی از این بود که گروه جیش العدل به خودروهای سپاه پاسداران حمله ای انجام داده و تلفاتی رو هم در این میان سپاه پاسداران داشتند. شما چه جزئیاتی آقای رئیسی در این زمینه دارید و اصولا تحلیل شما از این ماجرا چیه؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، مهمانان گرامی. بله، حمله‌ای که امروز توسط گروه جیش العدل در واقع به دو تا خودروی سپاه پاسداران انجام شده بود، دو تا خودرو رو منهدم کردن و مثل اینکه برخی از افرادی که داخل این خودرو بودند کشته شدند. خبرهایی هست که بعضیا رو، چند نفر رو هم گروگان گرفتن که از جزئیاتی که خب رسانه ها تا کنون گفتن و چیزایی که به دست ما رسیده در رسانه اینه که در یک حمله‌ای که در این حمله در منطقه کشتگان صورت گرفته که در منطقه بمپشت از تقریبا همون نزدیکی‌های مرز شمسر هست که جنایت سپاه پاسداران اونجا روز 4 اسفند انجام شده بود. خب تحلیل شما آقای رئیسی، زمان حمله، مکان حمله، این که در واقع چه کسی مسئولیت این حمله رو خب جیش العدل به عهده گرفته، ولی خب آیا این حمله جیش العدل اصولاً به نفع مردم هست؟ تحلیل‌های مختلفی وجود دارد که بعضیا میگن که خب خیلی‌ها منتظرین هستند که انتقام خون این بیگناهان گرفته بشه و بعضی هم صحبت از این میکنند که منطقه رو امنیتی تر خواهد کرد، سوختبران رو دچار مشکل بیشتری خواهد کرد. تحلیل شما رو میشنویم. خب از نظر من فکر میکنم که از زمانی که سپاه پاسداران به بلوچستان اومده و مسئول امنیت استان بلوچستان و سیستان شده، بیش از 10 دهه میگذره و کلیه مناطقی که در ما داشتیم همیشه شاهد اینجور حوادث بوده و ناامنی در واقع روز به روز بیشتر شده، تا اینکه حالا ما میگیم که مثلا یک گروه مسلح مثل جیش العدل بیاد و اون باعث بشه که ناامنی به وجود بیاد و در واقع این ناامنی همیشه بوده و هست. این و سپاه پاسداران هم تلاش کرده که از این موقعیت در گاهی وقتا به نفع خودش استفاده بکنه. به نظر من موضوعی که الان مطرح هست اینه که خب بعد از اعتراضات این حمله شده، بعد از اینکه سپاه پاسداران یک جنایت وحشتناک در اون منطقه انجام داد و این میتونه یک نقطه‌ای باشه برای درگیری‌های، یک نقطه عطفی باشه برای آغاز یک سری درگیری‌های بیشتر و در واقع آغازگر این ناامنی، اگر ناامنی وجود داره، خود سپاه پاسداران هست که باید مسئولیت این ناامنی رو بر عهده بگیره. متشکرم، ممنون.